بچه ها میخوام بهتون بگم که مامانم نمیدونه من رفتم موامو یه دفعه این رنگی کردم و میدونم چون هیچ پیش زمینه ای راجع به این کاری که کردم نداشته، میدونم الان خیلی شوکه میشه. پس خودم بگم استرس دارم، ولی بریم که الان از انباری میاد بالا، بریم واکنشش رو ببینیم. آقا اینو بگم، شبی که من موامو رنگ کردم و اومدم خونه مامانم نبود، اما امروز صبح رفته بود انباری یه وسیله‌ای بیاره که من سریع رفتم آماده شدم بیام واکنشش رو ببینید و نشونتون بدم. سلام. وای مینا، وای این عروست که اینجوری که عزیزم چقدر خوشگل شد. مینا کی رنگ زدی عزیزم؟ کاشکی میشد بهت بگم چقدر صدا تو دوست دارم، چقدر مثل بچگیام لالاییاتو دوست دارم، سادگیاتو دوست دارم، خستگیاتو دوست دارم.